صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای خدا یکتا، از رحمانیت و از محبت خیش در کلیه اعمال ما پیش رویمان خرامان باش و با مساعدت دائمی خودت ما را به پیش ببر تا در کلیه کارهای خود که به نام تو آغاز کرده و ادامه داده ایم آن را به پایان برسانیم. نام مقدس تو را ای خداوند جلال می دهیم و تمنا این که آخراً ما را از رحمت خود بهره‌مند ساز تا حیات جاودانی را به دست آوریم. ای خدایی که سرچشمه تمامی قدرت و اقتدار و بانی و بخشنده همه چیزهای نیکو می باشی، تمنا این که محبت نام خود را پیوند دلهای ما بگردان، دینداری واقعی را در ما مزید فرما و ما را در جمیع خوبی ها بپروران و از رحمت خود در آنها محفوظ بدار. این تمنا را به خاطر سرور و نجات دهنده زنده خود یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. برادران و خواهران گرامی و پدران و مادران عزیز، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که خداوند به فرد شما آرامش باطن و بصیرت معنوی عنایت فرماید تا او را به نحو مخصوصی شناخته و پرستش و ستایش کنید. در او امید حقیقی و آرامش واقعی و صلح و سلامتی و شادی و راستی است. در او حیات و زندگی و ابدیت است. در او همه چیز در کمالیت وجود دارد. در او ما هستی داریم و وجود ما معنی واقعی را در او باز می‌یابد. خدا را شکر می‌کنم که این فرصت به ما داده شده تا از کلام مقدس او آیات را بخونم و پیرامون آیات خداوندی با شما عزیزان صحبت کنم و در مورد آن به تفکر و تعمق بپردازیم. همونطور که واقف هستید، هدف ما اینه که آیات کتاب مقدس را به طور کامل به سهم همه شما ناجیان و عاشقان حق برسانیم تا از معرفت پروردگار بهره‌مند شده و با ایمان آوردن به کلامش و پیروی کردن از آن در ملکوت سماویش شریک شوید و از بند هر گناه و خودخواهی و شرارت آزاد گردید. در ادامه مطالعه کلام خدا به فصل 12 از کتاب خروج که دومین قسمت از تورات مقدس است روی می آوریم و توجه شما را به مطالب این فصل جلب می کنم. در برنامه گذشته 13 آیه این فصل را که در مورد عید فسح بود برایتان خواندم و حالا از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به صفحه 100 بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم.
اگر شما از داشتن کلام خدا محروم هستید، منتها مایل به دریافت این عطیه آسمانی و حیات بخشید، از شما دعوت می‌کنیم که حتما با ما مکاتبه کنید تا براتون ارسال بداریم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. در فصل 12 از کتاب خروج ما با تأسیس و یا به وجود آمدن عید فسح که قدیمی ترین رسوم مذهبی در عالم می باشد روبرو می شویم. رسومی که هنوزه پابرجاست. در مورد عید فسح مطالب بسیاری است، مخصوصا اینکه ما مسیحیان متوجه شباهت‌های بسیاری با آنچه که عیسی مسیح برای نجات ما انسان‌ها کرده است می‌شویم و لازم است که دقت بیشتری در علت اینکه خداوند این عید یا مراسم را به یهودیان امر می‌کند که آن را تا ابد نگاه دارن بنماییم، زیرا ما را در درک نقشه خدا برای نجات بشر یاری می دهد. پروردگار عالم به موسی امر می کند که قوم بنی اسرائیل را بگوید که مراسم مخصوصی را در شب 14 ماه ابیب برگزار نمایند، زیرا این شب آخرین شبی خواهند بود که آنان در مصر به عنوان اسیر خواهند بود. مراسمی که به یاد بود رهایی قوم بنی اسرائیل از مصر برپا می شود. همچنین برگزیده شدن این قوم به عنوان قوم خاص خدا در این ایام است و برای تقدیس شدن معنوی آن و برگزینش آنان به عنوان قوم خدا نه فقط لازم بود که جداییشون از مصر عملاً انجام پذیرد، بلکه جدایی درونی نیز از هر آنچه که در مصر داشتن، یعنی ذات ناپاک و صفات ناشایسته بت پرستی را از آنان دور کنند و این امر لازم و ضروری بود. برای این بود که این تقدیس درونی را میبایستی توسط اجرا نمودن مراسم عید فسح آشکار کنند. عیدی که تولد ملتی به نام اسرائیل را نیز اعلام می کند. عیدی که قوم بنی اسرائیل را به زندگی جدید آمیخته به فیض خدا و مشارکت با خدا یکتا و پیمان جدید با خدا دعوت می نماید. 14 آیه اول درباره اجرای این مراسم قبل از خروج قوم بنی اسرائیل از مصر است و از آیه 15 الی 20 7 روز عید همراه با نان فطیر یا بدون خمیرمایه سخن می‌راند و از آیه 21 الی 27 موسی دستوراتی را به قوم عطا می‌کند که تا ابد بایستی این مراسم را حفظ کنند. در مورد نحوه برقراری عید فسح که به معنی عید عبور نیز می باشد آیات را خدمتتون خواندیم و بایستی عرض کنم که مطلب مهمی که در این آیات می بینیم همانا قربانی کردن گوسفند بی عیب و پاشیدن خون گوسفند بر سردر هر خانه و قائمه هر در می باشد و این سمبولی بود که شخص را در تمام مراحل در زیر سایه خون بره قربانی شده قرار داده و همانطور که خداوند فرموده بود هر کسی که در خانه‌ای که خون بره قربانی شده بر سر 2 قائمه درها پاشیده باشد او از مرگ بزرگ نجات می‌یابد، یعنی از مرگ نخست زادگی. دقت کنید نمیگوید که خون بر تمام چارچوب درب منزل بزنند. چرا؟ چون در این صورت خون بره قربانی شده پایمال می شد. در آیه 12 خداوند اعلام می کند که او بر تمامی خدایان مصر داوری خواهد کرد. دقت کنید بر تمامی خدایان مصر داوری خواهد کرد و این بلایی است که اکنون بر سر مصریان خواهد آمد. در واقع داوری خدا بر خدایان مصری بود. از روی این گفته خدا کاملا می‌بینیم که داوری خداوند بر نخستزادگان مصری و حیوانات انجام خواهد شد. ولی اسرائیلیا و همچنین مصریانی که حرف موسی را قبول کردند به خاطر قربانی گوسفند می‌بینیم که نجات پیدا می‌کنند. در واقع عهد خدا را می‌بینیم که آنان را از داوری نجات می‌دهد و آزاد می‌کند. و برای این امر است که خدا می‌فرماید اسرائیلی ها باید این عید را همیشه به جا آورند تا به خاطر آورند که او یگانه خداست و یگانه خدای نجات دهنده است که می‌خواهد همه انسان ها نجات یابند. او تنها خدای حقیقی میباشد، خدایی است که به انسان ها حیات و زندگی عطا می‌کند. به طوری که می‌فرماید
و آن روز برای شما یادگاری خواهد بود و در آن عیدی برای خداوند نگاه دارید و آن را به قانون ابدی نسلا بعد نسل عید نگاه بدارید. چون نجات قوم بنی اسرائیل یک عمل آسمانی و کاری بود که خداوند انجام داد، بنابراین این مراسم نیز بایستی ابدی باشد. تا زمانی که اسرائیل وجود دارد آنان می بایستی این عید فصح را حفظ کنند. با برگزاری این عید یادآور آزادی و تولد کشورشون باشند و خدا را به خاطر آنچه که او انجام داده است شکر کنند. و دوستان عزیز، خون آن بره بی عیب، آن خون تقدیس شده بود. چرا؟ زیرا عید فصح یک عید قربانی بود که علامتی است برای آینده که قربانی گناه و قربانی صلح خواهد بود که عامل ارتباط نزدیک خدا با قوم خود می شود و همونطوری که بعدها خواهیم دید عامل نجات همه بشر می شود. چرا؟ زیرا کتاب می گوید که عیسی مسیح نیز برای ما فصح گردید. او آن بره خداست که عامل نجات ما انسان ها می شود. از آیه 15 الی 20 درباره مراسم نان فطیر یا نان بدون خمیرمایه است که امر می کند قوم بنی اسرائیل بخورند، به طوری که می گوید زیرا در همان روز لشکرهای شما را از زمین مصر بیرون آوردم. متوجه می شویم که این مراسم را خدا در زمانی که قوم بنی اسرائیل در مصر بودن عطا نکرده، بلکه پس از خروج از مصر به آنان این امر را فرموده است که عید فطیر را به جا بیاورند، یعنی برای یک هفته نان بدون خمیرمایه بخورند. اجازه بدید ابتدا آیات را مجددا براتون بخونیم. این آیات سخن از یک مراسم دیگر در میان قوم بنی اسرائیل است. می‌فرماید 7 روز نان فطیر بخورید. 7 روز نان فطیر بخورید. در روز اول خمیرمایه ها را از خانه های خود بیرون کنید، زیرا که از روز نخستین تا روز هفتمین چیزی خمیر شده بخورد آن شخص بایستی از اسرائیل منقطع گردد. و در روز اول محفل مقدس و در روز هفتم محفل مقدس برای شما خواهد بود. در آنها هیچ کاری کرده نشود جز آنچه هر کس باید بخورد، آن فقط در میان شما کرده شود. پس عید فطیر را نگاه دارید، زیرا که در همان روز لشکرهای شما را از زمین مصر بیرون آوردم. بنابراین این روز را در نسل‌های خود به فریضه ابدی نگاه دارید. در ماه اول در روز 14 ماه در شام نان فطیر بخورید تا شام 21 ماه. 7 روز خمیرمایه در خانه های شما یافت نشود، زیرا هر که چیزی خمیر شده بخورد آن شخص از جماعت اسرائیل منقطع گردد، خواه غریب باشد و خواه بومی آن زمین. حالا ممکن است این سوال پیش بیاد که این مراسم برای چه دلیلی خداوند به قوم بنی اسرائیل عطا کرده و مقصود یا سمبل این رسم چیه؟ دوستان عزیز، همانطوری که واقف هستید نان عامل حیات بشر می باشد. بنابراین خیلی ساده می توان نتیجه گرفت که این مراسم سمبل خود زندگی می باشد. نان فطیر یا نان بدون خمیرمایه سمبل زندگی جدید برای بنی اسرائیل بود که از هر نوع گناه پاک می شوند. خمیرمایه در کتاب مقدس سمبل اهریمن است، سمبل شرارته و حالا خداوند میخواد به آنان یادآور شود که زندگی جدیدی را آغاز میکنند و باید خود را از هر خمیرمایه مصریان جدا کنند. یعنی هر چیزی که در زندگیشون نفوذ و اثر بد دارد. چرا؟ زیرا همونطور که خمیرمایه سبب تبخیر شدن و ور آمدن خمیر میشه، به همان نحو نیز خمیرمایه های زندگی، یعنی چیزهای بد این زندگی، در اشخاص اثر میگذارد اگر از آن جدا نشویم. یا خود را باید کاملا از چیزهای بد کاملا جدا کنیم و یا اینکه بایستی بدانیم که کمال همنشینی در ما اثر می کند، یعنی کارهای زشت در ما نفوذ می کند. شب 15 روز اول و روز هفتم
روز استراحت محسوب می شد و خدا آن را برای قوم تقدیس نموده و به آنان امر کرد که هیچ کاری نکنند مگر آنچه که لازم باشد که برای خوراک انجام بدن. مسلما نان فطیر به طعام ما خوش نخواهد بود، ولی همونطور که گفتیم دوستان عزیز، این نان فطیر سمبولی است از زندگی جدید. زندگی جدید طعمش با زندگی که در آن هستیم فرق داره. خداوند میخواد که به ما بگوید در واقع وقتی که زندگی تازه‌ای را آغاز میکنید همه چیز شیرین به مذاقتون نخواهد بود. با اجرای این مراسم ایمان و اعتقاد خود را به اصل حیات جدید آشکار می کنید. اگر آن را انجام بدهید جزو ایمانداران و برگزیدگان هستید. در غیر این صورت به قوم برگزیده تعلق ندارید. در واقع میخواد به ما آشکارا اعلام کند که ما از دنیا جدا شدیم و ما نیز بایستی به مردم دنیا اعلام کنیم که ما نیز از دنیا جدا شدیم، آن هم توسط اعمالمون. از آیه 21 الی 28 ما با فرامین موسی که به رهبران قوم داده شود روبرو می‌شویم که توجه شما را به این آیات جلب می‌کنم. می‌فرماید پس موسی جمیع مشایخ اسرائیل را خوانده به ایشان گفت بروید و بره برای خود موافق خاندانهای خیش بگیرید و فسح را ذبح نمایید و دسته از زوفا گرفته در خونی که در تشت است فرو برید و بر سر در هر قائمه خونه که از خونی که در تشت است بریزید و کسی از شما در خانه خود تا صبح بیرون نرود، زیرا خداوند عبور خواهد کرد تا مصریان را بزند و چون خون را بر سر در دو قائمه خانه ببیند همانا خداوند از آن درگذرد و نگذارد که هلاک کننده به خانه های شما درآید تا شما را بزند و این امر را برای خود و پسران خود به فریضه ابدی نگاه دارید. و چون پسران شما به شما بگویند که این عبادت شما چیست، به آنان بگویید این قربانی فسح خداوند است که از خانه های بنی اسرائیل در مصر عبور کرد وقتی که مصریان را زد و خانه های ما را خلاصی داد. پس قوم به روی در افتاده و سجده کردند. پس بنی اسرائیل رفته آنچه را که موسی فرموده بود انجام دادند، چنان که خداوند به موسی و هارون امر فرموده بود همچنان کردند. ای عزیزان، در اینجا ملاحظه می‌کنیم که موسی امر می‌کند که تمام قوم بنی اسرائیل در آن شب باید در خانه‌هایی باشند که خون بره قربانی شده بر سردر خانه و دو قائمه در پاشیده باشد. دقت کنید، چرا؟ چون خداوند در نیمه شب داوری خود را آغاز خواهد کرد و هر خانه‌ای که بر سردر آن خون قربانی گوسفند پاشیده نباشد نخست‌زاده خود را از دست خواهد داد، حتی اگر از طایفه بنی اسرائیل باشد. یعنی داوری خدا بر آن منزل نازل خواهد شد. اما خانه هایی که بر سردر ورودی منزلشون خون پاشیده شده باشد آنان از داوری الهی در امان خواهند بود. موسی میگوید که خون قربانی را در تشت جمع شده بریزید و به وسیله زوفا بر سردر خانه ها پخش کنید. زوفا گیاهی است خودرو که بلندیش تا 60 سانتی متر میرسه و برگهایش کوچکه و نوک تیز و معطری داره. ریشش ضخیمه و گلهاش هم زیبا و خوشبو و به رنگهای آبی یا سرخ یا سفید است. سر شاخه های گلدار آن هم در طب به کار می رود. خلط آور و تسکین دهنده سرفه و مقوی معده و مددر و معرق است. گیاهی است که در شمال آفریقا و خاورمیانه می روید. حالا دوستان عزیز، می بینیم که خداوند امر کنه که چنین گیاهی را برگزینن تا خون را بپاشن. به عبارت دیگر این گیاه خودش سمبل شفا می باشد. دوستان عزیز، همونطوری که می بینیم علت نجات قوم بنی اسرائیل و دلیل آزادی از داوری الهی، علت این که نخست‌زاده هاشون کشته نشد، همانا ایمانشون به خدای تعالی و مطیع بودنشون به اوامر او بود. نه کارهای خیرشون و نه رسومات مذهبیشون و نه اینکه به خاطر اینکه از نسل ابراهیم بودن. آن خون بره‌ای که بر سردر خانه ها بود
نشان ایمان و عامل نجات آنان میشه. دقت کنید کلام خدا میگه که وقتی که بچه ها از پدر مادران خود در آینده بپرسن که چرا این عید را برقرار میکنیم، میگن که آنان بگوی که این فسح خداوند است که از خانه های بنی اسرائیل در مصر عبور کرد. یعنی داوری خدا نیز بر خانه های اسرائیل بود، منتها چون که خون بره قربانی شده بر بالای در خانهشان بود، آنان از داوری الهی رستند. از آیه 29 الی 36 فرشته مرگ از آسمان ظهور می کند و داوری خدا آغاز می شود و نخستزادگان تمام کسانی که به امر خدا توجه نکرده بودند و قربانی گوسفند را به جا نیاورده بودند و خون بر در خانه هاشون نپاشیده بود، ملاحظه می کنیم که همه می میرن. پس از این بلای عظیم یا پس از این داوری خدا بر مصریان بود که قوم بنی اسرائیل قومی آزاد محسوب شدند و به سوی سرزمین موعود به حرکت در آمدند. اجازه بدید آیات را براتون بخونم. می‌فرماید و واقع شد که در نصف شب خداوند همه نخستزادگان زمین مصر را، از نخستزاده فرعون که بر تخت نشسته بود تا نخستزاده اسیری که در زندان بود و همه نخستزاده های بهایم را زد. و در آن شب فرعون و همه بندگانش و جمیع مصریان برخاستند و نعره عظیمی در مصر برپا شد، زیرا خانه‌ای نبود که در آن میتی نباشد. و موسی و هارون فرعون آنان را در شب طلبیده گفت برخیزید و از میان قوم من بیرون شوید. برخیزید و از میان قوم من بیرون شوید، هم شما و جمیع بنی اسرائیل، و رفته خداوند را عبادت نمایید چنان که گفتید. جله ها و رمه های خود را نیز چنان که گفتید برداشته بروید و مرا نیز برکت دهید. و مصریان نیز بر قوم الحال نموده تا ایشان را به زودی از زمین روانه کنند، زیرا گفتند ما همه مرده ایم. و قوم آرد سرشته خود را پیش از آن که خمیر شود برداشتند و تغارهای خیش را در رختها بر دوش خود بستند. و بنی اسرائیل به قول موسی عمل کرده از مصریان آلات نقره و آلات طلا و رختها خواستند. و خداوند قوم را در نظر مصریان مکرم ساخت که هر آنچه خواستند بدیشان دادند. در این آیات می‌بینیم که در حالی که قوم بنی اسرائیل در نیمه شب لباس بر تن داشته و نعلین‌ها بر پا و عصا به دست آماده سفر بودند و مصریان در همان حال در خواب عمیقی فرو رفته بودند، فرشته مرگ می‌آید و آنانی را که در خواب غفلت بودند میزنه و از بین میبرد. این خود معجزه‌ای بود. چرا؟ زیرا فقط نخستزادگان جان خود را از دست دادند. در نیمه های شب مصریان متوجه می شوند که حرف خدا یکتا که موسی را اعلام کرده بود عملی شده و در خانه های خود مرگ را می بینند که نخستزاده آنان را ربوده است. حتی نخستزاده فرعون وقتی عزیزش را از دست داده می بیند، آن وقت است که متوجه می شود که این فقط خدای موسی یهوه سبایوت است که واقعی می باشد و خدای حقیقیه. او تنها خدای حقیقی است که بر هر چیز و هر خدایان دیگر ارجحیت و برتری دارد. بنابراین در همان شب موسی و فرعون را فرا می‌خواند و میگوید تمنا این که هر چه زودتر این دیار را ترک کنید. و موسی و هارون قوم را آماده سفر کرده و روز بعد حرکت می‌کنند. مصریان میآیند و آنان را با هدایای خود بدرقه میکنند. آنانی که تا آن لحظه با زور و خشم و ستم سعی میکردند بنی اسرائیل را در بند خود نگاه دارند، اکنون با دادن طلا و نقره و لباس و هدایای دیگر از آنان تمنا میکنند که هرچه زودتر دیار مصر را ترک کنند. آفتاب طلوع نکرده بود که شیپور حرکت به صدا در میاد و در همان روز قوم بنی اسرائیل آزاد شده و به ملتی تبدیل می شوند و قوم بنی اسرائیل در بیابان سینا به سوی سرزمین موعود به حرکت در می آیند. به طوری که از آیه 37 اینطور می خوانیم: و بنی اسرائیل از رمسیس شهری که خودشون بنا کرده بودند در مصر به سکوت کوچ کردند.
قریب به 600,000 مرد پیاده، سوای اطفال و گروهی مختلفه بسیار نیز همراه ایشان بیرون رفتند. دقت کنید دوستان، این خیلی مهمه. و گروهی مختلفه بسیار نیز، یعنی غیر اسرائیلیان نیز همراه ایشان بیرون رفتند و گله ها و رمه ها و مواشی بسیار سنگین و از آرد سرشته که از مصر بیرون آوردن قصرهای فطیر پختن، زیرا خمیر نشده بود، چون که از مصر رانده شده بودند و نتوانستند درنگ کنند و زاد سفر نیز برای خود مهیا نکرده بودند و توقف بنی اسرائیل که در مصر کرده بودند 430 سال بود و بعد از انقضای 430 سال در همان روز آزادی آنان به وقوع پیوست. این است شبی که برای خداوند باید نگاه داشت، چون ایشان را از زمین مصر بیرون آورد. این همان شب خداوند است که بر جمیع بنی اسرائیل نسل بعد نسل واجب است که آن را نگاه دارند. بله دوستان عزیز، بعد از بلای دهم فرعون متوجه می شود که خودش خدا نیست و خدایان مصری هم خدایان حقیقی نیستند، بلکه تنها یک خدای واقعی است و آن یهوه، خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب، خدای یوسف و خدای موسی می باشد. ای عزیزان، شما به چه نوع خدایی معتقد هستید؟ آیا خدایانی که مثل مصری ها زائده تخیلات شماست و یا خدای حقیقی که با شما در تماس است، با شما صحبت می کند و شما را هر روز در زندگی یاری می دهد؟ آیا شما نیز در فسح روحانی شریک هستید؟ آیا شما نیز از گناه، از قید و بند زندگی آزاد شدید؟ فراموش نکنید که مصر در کتاب مقدس سمبل این دنیا است. بنی اسرائیل از مصر جدا شدند، برگزیده خدا شدند، آن هم به خاطر ایمان و مطیع بودن به کلامش. سوال مهم این است که آیا شما نیز از این دنیا جدا شدید؟ از مصر این عالم جدا شدید و با خدا هستید و جزو برگزیدگان خدایید، جزو فرزندان نور هستید، جزو کسانی هستید که امروز صفات و سیرت خدا را در زندگیتون آشکار میکنید. خدا کند که محبت خدا در زندگیتون نه فقط شما را پر کنه، بلکه به وسیله آن بتوانید دیگران را نیز از محبت الهی بهره‌مند سازید و مطیع خداوند باشید و دیگران را خدمت و یاری بدهید. من برادرتون کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که شما نیز در آزادی الهی زندگی کنید. حق نگهدارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.